چه زمانی میتونم ریلای طولانی تو پیجم پست کنم؟ تو جواب سوالت واسه پیجای استایل بخوام بگم که تو برند داری، ترکیب اینا میشه دیگه. تو یه پست اسلایدی باید داشته باشی، ترجیح هرچی اسلایدش هم بالاتر باشه بیشتر دیده میشه. الان اینستاگرام تا 14 تا رو فکر کنم ساپورت میکنه، شاید هم بیشتر، ولی دیگه مثلا میتونی تا 10 تا هم داشته باشی. یه تک پست گاهی وقتا میذاری، منظورم عکس، ولی یه کار خیلی خفنه تو بذار. و یه ریل ها هم بستگی داره. به مثلا اون ریلی بود که من الان 10 میلیون ویو گرفت که ریل مهتاب بود با اون خانومی که میگفت شما افغان هستی، اون مثلا 10 میلیون ویو گرفت، ولی ویدیو رو نگاه کنی 1 دقیقه است. اون جذابه. با توجه به اینکه شما تو لباس اگه سناریو نمیچینی، مثلا خیلی سناریو پیشرفته باید داشته باشه که بخوای طولانیش کنی، ولی در کل اگه میخوای لباس رو نشون بدی 5 ثانیه بذار اولی تارگته. اگه خیلی محیط جذابه بذار 15 ثانیه. البته